ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 25 مارس سال 2024 از بازداشت 8 نابالغ در پی یک مناقشه گروهی در کوچه نظامی گنجوی خبر داد. بنا به اطلاع نشر شده، در اساس نوار مناقشه یک گروه نورسان که در شبکه‌های اینترنتی نشر گردید، از جانب کارمندان مقامات میلیس شهر دوشنبه یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی گذرانیده شده. در نتیجه 8 نابالغ خوانندگان مکتب‌های میانه پایتخت همچون گمانبر برای ورا نمودن ترتیبات جمعیتی دستگیر و به مقامات میلیسیا دسترس کرده شدند. ضمن سنجش معین کرده شد که این زنوزنی سانه 21 فوریه سال جاری در کوچه نظامی گنجوی نویه سینا رخ داده است. از سبب خصومت و نافهمی‌های قبلا وجود داشته بین نابالغ حمیدوف خواننده مکتب مخصوص به نام زیادالله شهیدی و نابالغ زهیروف خواننده مکتب رقم 67 نویه سینا، از دو جانب نابالغان جمع آمده همدیگر را مورد لطف‌کوب قرار دادند. همزمان با مقصد خود نمایش دهی حالت مناقشه خود را به نوار گرفته توسط شبکه‌های اجتماعی پهن کردند. گفته می شود در گزارش میلیس دوشنبه، میلیس چنین عمل نورسان را در برابر خلاف قانونگذاری بودند. همزمان باعث نگرانی و تشویش نامیده و خبر داد که وابسته به این حالت با مقصد جلب نورسان بهتر ضرورت سالم، ترغیب دوستی و همدیگر فهمی و اندوختن علم و دانش از جانب کارمندان میلیس به آنها کارهای فرماندهی گذرانیده شد. همزمان نسبت والدان نامبردگان برای بی‌مسئولیتی ظاهر نمودن در تعلیم و تربیت فرزند طبق طلبات ماده 90 کدیس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های ماموری ترتیب داده به آنها جریمه به اندازه از 3 تا 5 نشان دهنده برای حساب‌ها از 216 تا 360 سومانی تعدید می‌کند. چون این به نظر می رسد که وقت‌های آخر نورسان در پایتخت تاجیکستان اساساً به تقلید تأثیر سریال روسی سلووا پتسنا از گریبان یکدیگر می گیرند، راهگذران را به یگان اساس لطف‌کوب می کنند و این همه را به نوار گرفته در اینترنت نشر می کنند. از اول سال از دوشنبه درباره چندین مورد مناقشه بین نورسان و یا یگان نفر را به صورت گروهی لطف‌کوب کردن آنها تحت تأثیر این سریال خبرها به دست رسیدند. اکثر این حالت‌ها بر اساس ویدیوها در اینترنت نشر شده آشکار گردیدند.